سلام. خب تو جمع که قرار میگیریم دو حالت برامون پیش میاد. بعضی سعی میکنن فرد جالب توجه جمع باشن، بعضی هم سعی میکنن که فرد علاقه‌مند جمع باشن. کدومشون بهتره؟ خب فرد جالب توجه شروع میکنه از توانایی‌های خودش، دستاوردهای خودش، موفقیت‌های خودش صحبت کردن. این افراد دوست دارن تو جمع مورد توجه باشن و یکی از استراتژی‌هاشون در جمع اینه که در بالا قرار بگیرن و شروع میکنن از خودشون تعریف کردن. یه فرد دیگه داریم، فردی که خودش رو علاقه‌مند نشون میده. شما صحبت میکنید، با طرح کردن سوالای خوب جوری سوال رو بیان میکنه که شما بیان میکنید اندیشه های درونی خودتون. یاد یه الگویی افتادم از فریده. پائولو فریده اندیشمند ارتباطیه که در خصوص هم صحبت کرد. الگوی بصیرت و محاوره میگه افراد علاوه بر اینکه دوست دارن اندیشه های دیگران رو دریافت کنن، اندیشه ها و تفکرات خودشون رو هم بیان بکنن. توی جنگ سعی کنیم که خودمون علاقه‌مند شدیم بیشتر. البته بستگی موقعیت جمع هم داره. جوری سوال مطرح بکنیم که افراد اندیشه های خودشون رو بیان کنن. اون فرد هر چقدر با شما بیشتر صحبت بکنه، بیشتر به شما علاقه‌مند میشه. تو بیزینس هم همینه. سوال خوب طراحی کنید. این فرد دانستای خودش رو بیان کنه، تفکرات خودشون رو بیان بکنن، علاقه‌مندیشون بیشتر میشه. یک خاطره خوب هم از اون جلسه در ذهنشون به یادگار